بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه احیای سنت که هر روز برای شما از حدیثهای پیامبر با خبر میکنیم که بین مسلمانان سنت پیامبر زنده گردد. اولی از نوشیدن پیامبر، چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم آب را می نوشیدند. انس ابن مالک میگویند که کان النبی صلی الله علیه و سلم یتنفس فی الشرب ثلاثا و یقول هو اهنا و ابرا و اشفع. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که آب می نوشیدند 3 بار نفس می کشیدند. مثلا وقتی که می نوشیدند سپس دور می کردند، نفس می کشیدند و 3 بار همین طور می کردند و می گفتند که هو اهنا، این برای نوشنده لذت می بخشد و برای سلامتیش معالجه می باشد و برای او به بعضی بیماری ها شفا می بخشد. حتی طبیب ها گفتند که هر کسی که یک بار آب رو می نوشد به او ضرر می کند و ما باید با این حدیث عمل بکنیم و تا که از پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم در این امر باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أينما كنا